آخری سال است. امسال هم گذشت. خیلی ها تاختند، خیلی ها باختند. خیلی ها سوختند، خیلی ها ساختند. خیلی ها نفس کشیدند و خیلی ها از نفس باز ایستادند. خیلی ها آمدند و خیلی ها رفتند. کسانی که آمدند شاید همیشه نمانند، ولی کسانی که رفتند برای همیشه رفتند. زندگی بسیار سخت است، اما گاهی به سختیش می ارزد. مهم نیست که دنیا بسیار نامرد است. مهم است که ما مرد باشیم و قدر همدیگر را بفهمیم. اجازه ندهیم تا دور بشویم. پروانه به شمع گفت دوستت دارم. شمع گفت ثابت بساز. پروانه با آتش شمع خود را بسوخت و قربان شد. همدیگر را دوست داشته باشیم. شاید دیگر امکان نباشد و فردا هم وجود نداشته باشد. آدم های زنده به گل و محبت نیاز دارند و مرده ها به فاتحه. ولی ما بعضاً برعکس عمل میکنیم. به مرده ها سر میزنیم و گل میبریم، ولی راحت فاتحه زنده ها را میخوانیم. گاه فرصتی با هم بودن کمتر از فرصت شکوفه هاست. بیایید ساده ترین چیزها را از هم دریغ نداریم. محبت را. دوست می‌دارم گفتن را. سال خوبی داشته باشید عزیزان دلم. دوستتان دارم.